شاعره اسم مستعار یک جوانزن تاجیک است که میگوید مشکلات خانوادهشان 7 ماه پیش بعد آن که دخترش را از قصد سفر به روسیه باز داشت و به مقامات تسلیم کرد شروع شد. بعد این به خانوادهشان پیوسته تهدید صورت میگیرد و او از مقامات میخواهد امنیتش را تامین کنند. دختر این زن که از او شرطاً مرزیه نام میبره میگوید به خاطر شوهری به اصطلاح جهادیش میخواست به سوریه رود. در همینجا بودنش میگفتم آخه تو باید جهاد کردن بخواید و زنو تا نگو که فرزند تا نگو که نه نیست حال دیگه همه دیگه خشتگه. شوهر مرزیه از روسیه به سوریه رفت و 1 ماه مکاتبه اینترنتی کافی بود که او نیز برای پیوستن با شوهرش راضی شود. نیکی به این سبب وقتی وی رفت ما گفتم یکی مرا پرتوی را و مرا دیگه کودک نشه مرا دیگه کی در کورم به این سبب مرزیه گفت بعد رسیدن خبر مرگ شوهرش از روسیه درک کرد که اگر دخالت سری وقتی مادرش نمی بود می توانست به اشتباهی بزرگ راه بدهد. وقتی مرا 29 ایون قپیدن دیم ده اوجه بلیط را گرفته بودن همون روز ایون مرا قپیدن همون روز مرا بلیط گرفته بودن دیم ده باید میرفته. نه که من نمیدونستم من ایشا چی دادرم و اینترنت نگیرم میکنه که شون نویسه که و همین درست پس نصیب باشه در پیش من میشه. وقتی که این حادثه را فهمیدم که دختری من 2 روز پس 29 ایون بود حادثه به سرم اومده. فرزند ما به دست خودم بردم در کارکنای ارگان سپاریدم که فرزندی من خطاگی ای خودش گذشت. دولت چه چاره میبینه ببینه. شاهدی مرزیه در مقامات باعث جلوگیری از جلب 50 جوان تاجیک به صف گروه داعش شده است و چندین نفر دیگر را در ناحیه وحدت و شهر دوشنبه برای جلب جوانان به صف این سازمان افراطی دستگیر کردند. شاعره میگوید ماهاست که خویشاوندان افراد بازداشت شده آنها را تهدید و تحقیر میکنند. تهدیدها و خطرهایی که ماشینای سیاه‌شیشه را تعقیب کردند تا 14 نوامبر تلفن‌های به نامر می اومد. مای بیوزنده مای مادری 46 ساله که ما الحمدلله مسلمانم یگان راهی بعد نیستم. مادر مرزیه میگوید تنها رسالت خود را انجام داد و میخواهد مقامات برای تامین امنیتشان چاره ببینند زیرا حیاتشان زیر خوف جدی قرار دارد. من فرزندا میترسم. ای فرزندایی که به پدر ما کلام کردم ما ایام میترسم که ای کوچه برآمدنشان نگرانم که یگان حادثه در حق میشه. بگذار در یک مکانی که ای آدما دور باشه مرا ببرن و در اوج زندگی کنم نه که دیگه در شهر وحدت نباشم. بر اساس قانون در تاجیکستان مقامات امنیتی وظیفه دارند امنیت شاهدانی را که در افشای جنایت کمک کردند و به جانشان خطر تهدید میکند تامین نمایند، ولی شاعره این گونه حمایت را ندیده است. چاره ها هر گونه شدنش ممکن. یکماش این پیشنهاد نمودن برای محافظت شخصی یا اینکه ایواز نمودن جای زیست، حتی ایواز نمودن شکل آدم، ایواز نمودن حجت ها اگر لازم باشد و این چاره ها را باید اندیشیده شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در صورت مراجعت شاهدان مقامات میتوانند به آنها کمک کنند. فشار فرضی بوده حتما مراجعت مقامات من مثلا از طریق نمیشه اون شریک بودن در چیزا باید ما فشار وظیفه بخواد حتما فشار میدن. شاعره مادر مرزیه میگوید بعد تعقیب شدنشان از طرف افراد ناشناس در ماشین‌های سیاه شیشه به پلیس مراجعت کردند و در واقع 2 نفر بازداشت شدند ولی تهدیدها خاتمه نیافت. دفتر وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت آماده‌اند در حل مشکلات این زن و خاتمه دادن به تهدیدها مساعدت کنند. من این قضیه رو پیگیری می‌نماییم. جهت تامین امنیتی این شهروند البته چاره‌های دخل‌دار رو حرکت می‌کنیم اندیشیم زیرا مساعدت در حفظ حقوق و آزادی‌های انسان این یکی از وظیفه‌های مهمترینی
وکالتدار اوید به حقوق انسان می باشد. مرافع دادگاهی افراد بازداشت شده در شهر وحدت ادامه دارد و خانواده مرضیه در مرافعه همچون شاهد شرکت می کند. گفته مادر مرضیه او از رفتن به مرافعه می ترسد چون در روز اول محاکمه دخترش را پیوندان بازداشت شده در تالار دادگاه لط و کوب کردند. تهدیدا، زدنا، دختر مزد، دستش خونشار کرد، پالتوش کند. حامیان حقوق میگویند تامین نشدن امنیت این خانواده میتواند اعتماد مردم را به مقامات انتظامی کمتر کند و در آینده مردم هم از همکاری با مقامات برای افشای جنایت‌ها خودداری نمایند.